قسمت دوم بافت ژاکت عروسک. من قسمت هایی که بافت زیر بود و قبل و بعدش ژوته بافتیم علامت زدم. حالا شما با نشانگر باز بهتر علامت بزنید یا با رنگ دیگه. کجا بافت زیر رو انجام دادیم؟ این اگه این وی شکل باشه، این دو تا وی شکل میبینید که اینجا، این دومیه بافت زیر هست و قبل و بعدش ژوته بافته شده. پس اینجا دو تا وی شکل میبینید، دومیه میشه بافت زیر که قبل و بعدش ژوته بافته شده. حالا رج چهارم همه رو به رو ببافید، طرف مخالف رو به رو ببافید. بافت رو